چگونه برای امتحان کنکور سال 1405 ثبت نام نماییم؟ فارغان صنف 12 مکاتب و مدارس دینی مربوط به وزارت معارف که میخواهند در امتحان کنکور سال 1405 اشتراک نمایند، فرم ثبت نام امتحان به صورت آنلاین از طریق وبسایت و صفحات اجتماعی اداره ملی امتحانات توزیع گردیده. جهت دریافت فرم وبسایت اداره ملی امتحانات را باز نموده و از بخش فرم های ثبت نام فرم ثبت نام کنکور سال 1405 را دانلود نمایید. قبل از خانه‌پوری فرم لطفاً راهنمودهای درج شده در بخش پایانی فرم را به دقت بخوانید و طبق آن عمل کنید. اگر می خواهید فرم را در کامپیوتر خانه‌پوری نمایید، فرم را با برنامه PDF ریدر باز کرده و تمام معلومات را با دقت در بخش‌های مربوطه درج نمایید. و اگر می خواهید فرم را به صورت قلمی خانه‌پوری کنید، ابتدا آن را چاپ نموده سپس با قلم تکمیل نمایید. معلومات باید طبق تذکره اصلی در فرم درج گردد تا از اشتباه جلوگیری صورت گیرد و در آینده با مشکل مواجه نشوید. در هنگام خانه‌پوری فرم نکات ضرر را در نظر بگیرید. در قسمت سمت چپ بالای فرم یک قطعه عکس جدید خود را با بک‌گراند سفید نصب نمایید. در بخش شهرت تمام معلومات خود را نام پدر، تخلص، نام پدرکلان در خانه‌های مربوطه به زبان پشتو یا دری ابتدا به صورت یکجا و سپس حرف هر نام را جداگانه در خانه‌های مشخص بنویسید. سال تولد را مطابق تذکره درج نمایید. جنسیت را انتخاب نمایید. در صورت داشتن ایمیل آن را بنویسید. در غیر آن خانه را خالی بگذارید. از محل فراغت مکتب، لیسه یا مدرسه دینی دارالعلوم یک انتخاب نمایید. در بخش انتخاب زبان 4 زبان پشتو، دری، عربی و انگلیسی در نظر گرفته شده. اگر در داخل کشور فارغ شده اید، یکی از زبان‌های پشتو یا دری را انتخاب نمایید و اگر صنف 12 را در خارج از کشور به پایان رسانیده اید، می توانید از 4 زبان یکی را انتخاب کنید. سوالات امتحان نیز به همان زبان که شما در فرم انتخاب نموده اید چاپ می شود. در این بخش شهرت، وظیفه و شماره تماس یکی از اقارب خود، برادر، پدر، کاکا را به صورت دقیق درج نمایید، زیرا در صورت ضرورت ممکن است با آنها تماس گرفته شود. سپس معلومات و سکونت فعلی و اصلی خود را نوشته و همچنان شماره های فعال تماس را درج نمایید. معلومات تذکره: اگر شما تذکره الکترونیکی دارید، فقط نمبر تذکره را بنویسید و اگر تذکره کاغذی دارید، نمبر صکوک، نمبر ثبت، صفحه و جلد تذکره را به صورت دقیق درج نمایید. در بخش پایانی فرم معلومات مربوط به فراغت دوره تعلیمی یا تعلیمات ثانوی خود را درج نمایید. در کدام ولایت، از کدام مکتب و در کدام سال فارغ گردیده اید. در بخش خانه شماره مسلسل آن را خالی بگذارید. پس از درج دقیق تمام معلومات، بخش تایید فرم را امضا نمایید.